طبقه هفتم که رسیدیم، از طبقه هفتم هم گذشتیم، یعنی بالاتر از طبقه هفتم به یه سطح دیگه رسیدیم که اونجا ایستادیم. یه فضای بزرگ، خیلی زیبا، خیلی روشن، ولی هیچی نبود. یعنی نه کوهی بود، نه درختی بود، نه دریایی، نه هیچی، فقط نور بود. به محض اینکه به اون سطح رسیدیم، هادی خودش به سجده افتاد و لباس منو، آستین منو کشید و به من گفت سجده برو. شروع کردم به گریه. خیلی 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 شدید گریه می‌کردم و میدونستم این گریه به خاطر درخواست و برگشت و اینجور چیزا نیست. عظمت اونجا، اون ابهتی که اونجا بود منو گرفته بود. و یه صدای زمزمه واری که خیلی جذاب و دلنشین بود، حالت دایره وار، انگار دور سرم میچرخید، همجوری حالت دوار این تسبیحات بالا میرفت. همه داشتن تسبیح میگفتن. بعد خیلی دلنشین بود. یه قشنگترین آهنگی که میتونیم شنیده باشیم اون بود. بعد از یه مدتی که توی سجده بودیم، هادی به من گفت بلند شو و درخواست تو بگو. بلند شدم، ایستادم. وقتی که بلند شدم، تا قبل از این زمینم شبیه جنس نور بود، اون زمینی که روش سجده کرده بودیم. وقتی که بلند شدم، اون جایی که صورت من قرار گرفته بود، سر من قرار گرفته بود، گل شده بود. دیدم که تنهام، هادی رفته بود، من تنها بودم. یه مدتی منتظر موندم تا هادی برگرده. بعد از یه مدتی هادی اومد و گفتش که فرمودن که تو باید درخواست تو به حضرت ابوالفضل بگی. البته اونا از این لفظ استفاده نمی‌کردن. گفتش که باید درخواست تو به قمر بنی هاشم بگی. گفتم که یا قمر بنی هاشم، من باید برگردم، من خیلی کار دارم، من باید برگردم. بعد از یه مدتی هادی بهم گفت سرتو بنداز پایین. اجازه نداشتم سرم بالا باشه. سرم انداختم پایین، به زمین نگاه می‌کردم. بعد دیدم که 3 تا شخص از زاویه سمت چپم تقریبا مورب، مثلا توی زاویه 35 درجه به من وارد شدن و با فاصله زیاد از من، مثلا شاید 20 متر از من فاصله داشتن. بعد 3 نفر بودن. نفر وسط حضرت ابوالفضل بود و اون 2 نفر کناریش رو نمیدونستم کیه و تقریبا من زمین رو نگاه میکردم، ولی یه زاویه دیدی داشتم تا یه مثلا قفسه سینه اونا رو میتونستم نگاه مثلا ببینم، بالاترش رو نمیتونستم ببینم. بهم گفت درخواست تو بگو دوباره. گفتم که دیگه منم گفتم مثل خودشون، گفتم یا قمر بنی هاشم، من میخوام برگردم، من خیلی کار دارم. بعد بدون اینکه صدای یا ندایی از قمر بنی هاشم بشنوم، یه ندای دیگه بود که میدونستم این صدای ایشون نیست. یه ندای خیلی با ابهت دوباره به گوش من اومد که ما تو رو به قمر بنی هاشم بخشیدیم، برگرد. همون لحظه برگشتم، یعنی بدون اینکه هیچ تونلی، هیچ مسیری، تمام چیزایی که رفته بودم هیچی، توی همون لحظه کوبیده شدم توی جسمم.